نمیصرف دکتر 100 بار گفتم میای تو در بزن. اوکی گفتی اوضاع خرابه مریض با اپتیما اومده یه 2-3 جلسه اضافه واسش بزن دکتر خارج از کشور یه ما هم تشریف ندارم دکتر چرا 2 روزی اصلا مریض نداریم؟ نمیدونم دکتر خیلی کبیره می زنگ میزنن کنسل میکنم بله خدا برکت. بفرمایید داداش ما از صبح نشستیم چرا نیومده رفت تو؟ شما هم سر کیسه رو شل کنید نیومدی میری تو بش بابتی وقت داشتم برم تو. ساعت چند بوده وقته؟ ساعت 3. 2 دقیقه دیر اومدی برو 6 ماه دیگه. بابا ترافیک بود با ماشین اومدم. با موتور می اومدی صبح تا شب 50 تا گوساله مثل سر کله میزنم سلام عزیزم جونم من دیروز وقت داشتم کجا الان اومدی آخه وقت ناخون دو داشتم سرت ببینم ناخونات تو بفرمایید. تو چقدر جیگر شده میتونم برم پیش دکتر بله ما اصلا دیروز منتظر شما بودیم بفرمایید خسته نباشید. ببینم نسختو بفرمایید. بچه‌ها خوشگل بخوری. دکتر گفته. دکتر بس خودش گفته چرا خوش کن تو چی میگی دکتر گفته؟ بله پسر خوب من خودم 10 سال اینجا ما دکتر کلا 3 سال اومده داشتی مخلصم. زهر مو. چه خبره من کابازا که انداختی تو دماغت خور گم شما رو درمانش کن دیگه همه جا رفتم میگن عمل داره میترسم. خانم دکتر